به فکرم هر دوشون هم همصفن. نورف پهلوانو همین طرف دست راست شیشتگی التماس همین میدان یک بار خالی کنید. خواهش همه مردم همینه. نورف این پهلوانا به فکرم یکو مرتبه گوشتینگ میگیرن. یک بار هر دی پهلوان ناز نگاه کنید. حسابیده نمیشه. برد هر دی پهلوانو 100 سومونی. من اشتاده که شد مثلا من اشاره کنم شیختان یاشون کردیم داده باشیم چی بگلو کارات بیشتر از طریق داور به هر دی پهلوان یک دقیقه وقت شده کرده شد. دستی اخرام حسابیده نمیشه. تمام به فکر من شیرون پهلوان حریف بعد از همین دست دوباره میدان با زیمه میگیرن امین ملک رحمه. چیخه انوشیروان پهلوان رو تقدیم کنید. پهلوانه گوشتینگ تاجیکی هر دوشون از همین صاحبه میدان. صحبیده نمیشه. با خزینه نوروزی ما شما از حساب شخصان سخاوتمند بسیار حصه گذاری شده ایستاده است. به مانند پهلوان حریف خودم معلوم نمیدم، به مانند رضای شهرت جان، اکا احمد از نواباد ما شما، به مانند مورد پهلوانان معرفی کنید. سیف الله از منطقه سیم حریف اون کس از خواجگی دوستی. بعد پهلوان برای گشتیگیری چه بود عقیبینا برد پهلوانه 100 سومونی. از طرف داور به هر دی پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد. پهلوانو حرکت کنید. دست اخرو پهلوانوی که دست راست شتاید التماس همین میدان رو خالی کنید. مردم تماشا کردن نتونسته ایستادن. التماس
یک نفر وارد میدان شوید التماس. میر محمد این پهلوانو یک گیرید پهلوانو گیرستان مغلوب شده گیرستان نوروف همین در تمام جا قانون یک چیز است. پهلوانی که مغلوب شد دیگر آماده گشتگیری نشود. سیفالوف مغلوب شده گیرستان مغلوب شدهشان گیرد. نوروف یک دقیقه گشتگی دوره التماس همین میدان خالی کنه. همین دو نفر بجوان همین کار میکنه که بود محمد به تعلیم نوبت جای شما خالی اصلا بیت هوپا ماشاءالله. از نام زیودین استانایف 50 سامانی به خزینه نوروزی همراه کرده شد. احسن برای همت ولی استانایف گردی پهلوان دسترس کنید. بچه یوش التماس میدان خالی کنید. از ده تلورک به هر دی پهلوان برای گشتگیری گردی پهلوان 100 سامانی. پهلوان حرکت کنید. شخصان سخاوتمند که در نوروزی ما و شما سهم ارزنده خود گذاشتن به مانند خیام و مانند ملو خیام و حاجی پیرم شریف محمد لایق میرزایف سیاوش صوفیف امیربیگ صوفیف اورنبیگ بسیار سهم ارزنده خود گذاشتن. پهلوان سیفالوف از این مهارگرام دست بالا شدن. احسن برای گشتگیری زیبای سیفالوف. پهلوان التماس یک نفر وارد میدان شدن. از طرف راست داور لباس ورزشی سبز برای پهلوان معرفی کنید. پهلوان از ده رو حریف اون کس با لباس ورزشی سفید از طرف راست داور پهلوان از منطقه سیم ده رو حریف اون کس از صاحبه میدان نام پهلوان چه هست شکلو اوخونف از منطقه سیم از دهی رو حریف اون کس از صاحبه میدان به هر دی پهلوان برای گشتگیری برد پهلوانو 100 سامانی. من یک پهلوان شناخته خواجگی امیروف نو واسه از اون که 30 سالشون کلان است سلامتشان هم در جاش نیست پاچکشون مهیب است وارد میدان شده آماده گشتگیری هست. اکرام ملیک شد به همین پهلوان خوازمایی کنم. پهلوان بشه هلو پهلوان رو معرفی کنه. نورو پهلوان از صاحبه میدان 100 سامانه حساب خزینه نوروزی باید 100 سامانه دیگر از حساب مخلصانشون تحفه تقدیم کنید. 200 سامانه به این پهلوان تحفه تقدیم کنید. احسن برای گشتگیری زیبایتان. اودینایف باید 100 سامانه دیگر تحفه خود گیرید. نورف هر دیم پهلوان سخت استید که با یکم جایشون نزد بعد بلای سایدرکاشون همونه برد پهلوانو 150 سامانه. اکرام ملیک شاهمی پهلوان بود
در حالی که سخت نماند که با جوابگویش در کاری هم ما شما هست. خیلی ملکشاه از صاحبه میدان نازق است چمپیون اکاس نازق قریب میغلطی داده کن رحمت به هر دی پهلوان نورف وزنم به نوبت گیرده خود پهلوانو در حالتی که مغلوب شد التماس میدان رو ترک کنید. نورف پهلوان نامتر معرف کنید. اگر شد ترافی اکا ملکشاه دسترس کنید. با لباس ورزشی کبود از دهه راه حریف اون کس از دهه پهلورک به هر دی پهلوان برای گشتیگیری برد پهلوانو 100 سومونی. پهلوانو حرکت کنید. اشان چیز بگویه چیز بگویه خدا سلامت. از طرف داور به هر دی پهلوان 1 دقیقه وقت جو کرده شد. شخصان سخاوتمندی که امروزه از فدراسیون روسیه حضور دارند به کار فعالیت مشغولند سهم ارزنده خود را گذاشتند. عطاالله امرالله سفرف مولا رحمت به سهم ارزنده خود را گذاشتند. احسن برای همت والایشان پروردگار در کسب کار در عمرشان برکت عطا کنند. جمعیف از دهه پلدارک آماده گشتیگیری به هر دی پهلوان برای گشتیگیری برد پهلوانو 100 سومونی. از حساب سفرف انوربیگ یکی از صاحبکاران دیار ما و شما به همین قوازمایی 50 سومانی دیگه برای پهلواناش تقدیم کردن. جمع 150 سومانی برد هر دی همین پهلوان. پهلوانو پهلوان جوان حاضر همین گشتینگ کمربندی تمام شد. به حالا پهلوان تو شف تو شد برد خود را گرفت. از طرف چپ دوار پهلوان از ناحیه جبار رسولوف حریف اون کس از خواجگی سومونیان به هر دی پهلوان برای گشتیگیری برد پهلوانو 50 سومونی. پهلوان غازیف تو نورف غازیف اگر خودشون روزی بشه التماس خوازمایی نکنند ثابته نمیشود. عشق من تراز بیاره
الو پهلوان از خواجگی سامونیان دست بالا شدند. احسن برای پشتینگاه زیبایتان. پهلوان تو شد از دهه رو آماده گشتینگیریان، حریف خود را انتظارند. مرحمت از صاحبای میدان یا از خواجگی های همسایه باشند آماده گشتینگیری شوند. نورف شما وقتی توشف از دهه تکشیف نگفته نماند که این پهلوان بسیار پهلوانی خوب هستند. در ناحیه جبار رسول ما شاهد اون بودیم که به حد گشتینگ زیبا گرفتند. به هر دو پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان رو 150 سامانی. به فکرم توشف با لباس ورزشی سرخ برادری توشف میشن. شما وارد میدان نشید که همین پهلوانو میدان ترک میکنن. توشف مرحمت در حالت هیچ که به همین توشف خود آزمایی نمیکنند مجبور همین امین ملک دولت وارد میدان میکنیم به همین توشف یک خود آزمایی کنند. در حالت که امین خود آزمایی کنند شخصا از نام ما 500 سامانی برای هر همین پهلوانو مونده میشه. 100 سامان از حساب همراه عبدالغنی بود جمع 600 سامانی. امیر به ما میگه که پوچکی ما زده است در خواجگی همسایه قوازمایی کردن. امیر فهمیده که از پهلوانه شناخته نوحیه می باشند طی چندین ساله قوازمایی نکرده بودند و دو روز پیش از خواجگی سامانیا قوازمایی کردن. 4 حریف بهترین مغلوب نمودند. از طرف داور به هر پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. پهلوانه یک نفر وارد میدان شد. شخصیت سخاوتمند که در نوروزی ما شما به واسطه سهم گذارند به مانند فیروز جان شاکرف. ناگفتن ماند که فیروز جان شاکرف از همه کارهای آبادانی دیار از راه تا همین حشرهایی که از خواجگی میشن سهم گذارند. سهم خود را نو بسته از آن که در دیگر کارهای خیر دست دارند در نوروزی ما شما را سهم خود را گذاشتند. رحمت برای همت بلند ملا فیروز. امین ملک دولت هم در نوروزی همه ساله پای در پای خدمت میکنند. آفرین. توش محمد از فدراسیون روسیه سهم ارزنده خود را گذاشتند. نور پهلوان رو معرفی کنید. از طرف رئیس داور با لباس ورزشی کبود از خواجگی سامانیان حریف اون کس از صاحبه میدان. احسن به همین صاحبه میدان به هر دو پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 100 سامانی. راستی سالهای پیش پهلوانای خواجگی زرافشان بسیار پهلوانای بننگ و ناموس بودند قوازمایی میکردند. در حالتی که آدم آماده نیست وارد میدان نمیشد. آماده نبودن از حساب آن میشد که تالار ورزشی نیست. خدا خواهد این سال 2023 همه دست و سینه زدن کمر همت بستن در پهلوی همدیگر ایستاده یک تالار ورزشی میکنیم. بعد از آن گشتینگ قوازمایی رو به دیگر پهلوان نشان میدهیم. من به باوری کامل میگویم پهلوان شناخته آسیا امام نظر پهلوان به یکی از پهلوانان شناخته. باور کنیم ما همین سالهای پیش گشتینگ احسن برای گشتینگ زیبای پهلوان از خواجگی همسایه برد پهلوانان رو دسترس کنید. به هر دی پهلوان در کارهایشون موفقیت آرزو ماندیم. امام نظر پهلوان از ناحیه